در ایران چه خبر است و ما نباید یک روز فکر بکنیم که این مردم سرکوب کردن. این مردم همچنان در خیابان هستند، همچنان در پشت بام ها مرگ بر دیکتاتور میگن، همچنان قوی هستند و رژیم جمهوری اسلامی همچنان مفلوک است، همچنان مفلوک است که باید ماها وایسا توی خیابان ها که ببیند کسی چیکاری میکنه و نمیکنه. این حکم تاریخ است، این حکم تاریخ و عزم جذب مردم انقلابی ایران است که باید این حکومت برود. این حکم مردم آزادیخواه دنیاست که این دمل کثیف را باید خود ما از گرده بشریت برداریم. شیرازه این حکومت مفلوک از هم پاشیده و به مانند یک حکومت اشغالگر، اما نه خارجی اشغالگر، بل با پوتین و چکمون بازکا و موتورسوارهایشان، با لباس شخصی هایشان، به مانند یک بیگانه بدکین تر از ارتش هتلری و چنگیزی در مقابل مردم ایستاده است. این وضعیت ادامه نخواهد داشت و مردم او را که در لبه پرتگاه است به زباندان تاریخ خواهند فرستاد. اما ادعانامه ما مردم که 30 سال است برای امنی جنگیم، برای این حکومت غیر قانونی غیر ممکن است، چون این حکومت که نمیتواند طلبان خودش را جمع کند، نمیتواند یک خواست مردم را برآورد. خواستهای ما بدون قید و شرط این است: آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی، لغو قانون ضد زن و برابری کامل زن و مرد، جدایی کامل مذهب از دولت و سیستم قضایی و آموزش و پرورش، آزادی مذهب و بیمذهبی، به رسمیت شناختن حقوق مساوی و برابر برای همه شهروندان ایران مستقل از مذهب و زبان و قومیت و ملیت، تأمین و تضمین یک زندگی مرفه و منطبق با آخرین دستاوردهای پیشرفته امروزی. این فرمان جنبش آزادیخانه مردم است. اینها خواستهای حداقل و فوری مردمی است که در صفوف میلیونی به خیابانها آمدند و هر کس که ادعای همگامی با اعتراض مردم را دارد باید از آن دفاع کند. مردم امروز کانال جدید، کانال مردم شده است، کانال انقلاب شده است. این کانال به مثابه سازمانده و رهنمونگیر و رهنمون دهنده ما را راهنمایی میکند. این شانس بزرگی است که نه مثل انقلاب قبلی که آیت الله های BBC و سایر رادیوهای دیگر داشتند مردم مهندسی افکار میکردند. این شانس بزرگی است که انقلاب ما این کانال را دارد و کسی نمیتواند این انقلاب را به انحراف بکشاند و باید با چنگ و دندان از آن پشتیبانی و دفاع کنیم. ما نیروی میلیونی هستیم، مردمی مقتدر با احساس و انسانی و آزادی و برابری و انسانهایی که آزادی و برابری میخواهند. ملتی که چون گوی آتش به قلب این حکومت خواهند زد و آزادی و برابری را به دست خواهند آورد. زنده
باد آزادی، زنده باد برابری، مرگ بر حکومت فاسد و ضد زن جمهوری اسلامی. آفرین. ما همچنان بار دیگر به دولت‌های جهان ابلاغ می‌کنیم که هرچه زودتر لانه‌های جاسوسی این حکومت پر از ننگ را تعطیل کنند و خودشان را با این حکومت همساز نسازند. ما از کارگران ایران می‌خواهیم که هرچه زودتر اعتصاب‌های اخطاری و واقعی خودشون را شروع کنند و به کمک مردم بشتابند. فردا دیر است. این حکومت به لبه پرتاب افتاده است و باید به دره جهنم فرستاده شود. زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد شما. آفرین اسپی.